سلام. من میخوام امروز راجع به چند تا کلمه فارسی یا بختیاری صحبت کنم و رابطه‌شون رو با زبان، یعنی اصل در واقع در اصل اینا بختیاری بودن، بعد تبدیل میشن به فارسی، بعد تبدیل و میروند توی عربی و توی فارسی میشه زبان فارسی. میگن که مثلا این فارسیه در صورتی که این در اصل بختیاری است، یا مثلا میگن این عربیه بعد این در اصل بختیاری است. یعنی هیچ ربطی به چیزی که اسمش زبان عربیه نداره و از زبان بختیاری گرفته شده، رفتند آن را قرض کردند و یا ازش استفاده کردن و گذاشتنش هم به اسم خودشون، مثل همین که مثلا فرض کن اسب و اسب سواری و غیره. حالا میخوام زیاد توضیح ندم، میخوام فقط بگم که زبان بختیاری قبل از زبان فارسی و قبل از زبان فارسی کنونی و قبل از زبان عربی کنونی یا عربی فصحی به وجود داشته است و هزاران اصطلاح بختیاری را به اسم فارسی و عربی تحویل مردم میدهند. فارسی کنونی ریشه اش بختیاری است. بختیاری زبان است نه لهجه. بختیاری گویش نیست بلکه بختیاری زبان است. ریشه زبانهای ایرانی که در ایران بوده اند و فارسی را صحبت میکنند و عربی و تمام کشورهای اروپایی بدون استثناست. و من این را به این صورت میگویم که در واقع نمیخوام که دلایل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به حجت قوی. من نمیخوام رگهای گردنم و برای اینی که توضیح بدم موضوع رو بیارم باد بکنن و عصبانی بشم، ولی واقعیتش اینه که باید من بتونم توضیح بدم که چرا اینو میگم. حالا اجازه بده. حکومت هایی که در به اصطلاح محلی که اسمش فارس به وجود آمد که اینها زبانشون زبان بختیاری بوده است، برای تسلط بر اقوام و کشورهای همسایه ایران که خیلی هم قوی نبودن، فارس ها احتیاج داشتن که زبان خودشونو که بختیاری در واقع بوده اینو بخوان اصلاحاتی توش به وجود بیارن و ساده ترش بکنن که مردم دیگه بپذیرند. اجازه بده، خیلی حالا دارم زیاده گویی میکنم، نمیخوام چیز کنم. میخوام بگم که اونهایی که فارسی بلدن حتما یا به یه شکلی کلمه شنیدن را میدانن. یعنی چی؟ یعنی احساس کردن صدایی به وسیله گوش، اینو میدونن. حالا یه کلمه ما از همین شنیدن توی فارسی به دست داده اند در زمانهای بسیار گذشته که اسمش شنوده. شنود که در کتاب‌های لغت مثلا اونایی که دارنشون، اونایی که حذفشون میکنن که هیچ مصدر مرخم شنود. حالا اجازه بده ببینیم چطوری به وجود میاد. شنود از کلمه شنویدن آمده است. در بختیاری اشنیدن یعنی گوش دادن، شنیدن در اصلش. حالا کار در بختیاری شنویدن هم داریم. برای درست کردن کلمه ای که اسمش شنوده و شنوده و شنوده، همش که اینا به انواع مختلف تلفظش میکنن، یعنی حرف اولشو، این
از کلمه شنویدن درست شده و یه و نون آخر شنویدن رو زدن شده شنود. میتونیم نونشو بیاریم پس میشه شنودن که مصدر میشه. خود شنودم مصدره. حالا موضوع لغت بعدی وروده که توی کتاب‌های لغتنامه فارسی نوشتند که این کلمه یعنی ورود این عربیه، در صورتی که این اصلش بختیاریه و اصلش هم هست ورویدن یا ورویدن یا ورویدن. ما میگیریم به ورویدن. اگر به این صورت باشه که ورویدنه، اگه ما توی اینجا یهش بندازیم و نونش بندازیم میشه ورود. ورویدن معنی های مختلفی داره. ورویدن یعنی بالا آمدن یا آمدن، یعنی بر آمدن. مثلا فرض کن آفتاب که میاد بالا، مثل خمیر که میآید وقتی که میذاریش که با خمیر ترش میذاریش که ور بیاد میگن وروی به بختیاری یا بر آمد و پف کرد مثلا، معنیاش اینه. و به معنی وارد شدن، ورود به معنی از کلمه ورویدن می آید که معنی برآمدن و آمدن و وارد شدن و از این حرفا و رسیدن و این مثل شنودن، یعنی این ورود مثل شنودن. ما مصدری داشتیم که خیلی قدیمی که ورودن بود که ما در بختیاری استفاده میکنیم ولی در فارسی کنونی استفاده نمی کنیم. یعنی چی میگن، گذاشتنش کنار به هزار علت برای اینکه این فارسی رو به وجود بیارن. کلمه بعدی کلمه در ویدنه که ازش درود درست میشه. در ویدن یعنی در آمدن فارسی، یعنی هم درویدن داریم هم درویدن و به معنی پدیدار شدن، پدید آمدن و اومدن، اصلا اومدن محاوره‌ای، آمدن. و مثلا در بختیاری مثلا میگیم مثلا یکی تو خونه است، من تو حیاتم، بعد من بهش میگم که دی زهونه درو، یعنی در بیا. بعد این همون اون قبلی مثل شنودن که نشون دادم، از درود از درویدن اومده و یش و نونش میفته میشه درود. یعنی وقتی که میگی به یکی میگی درود یعنی اینه که ببینیمت، دوباره ببینیمت. به درود، وقتی درود یعنی دیدن، مثلا بدرو یا درو در بختیاری، درو یعنی در بیا، بدرو یعنی خودت را نشان بده. درود یعنی از خوشحالی، یعنی بیا که دوباره ببینیمت. معنی اصلیش اینه و هیچ معنی تندرستی و ربطی هم به درست و دروا که در بختیاری هست که من توضیح میدم بعدها در یه جای دیگه نداره. یعنی چیز نیست که درستی یا درستی، هیچ ربطی به این نداره. این به معنی دوری یعنی ببینیمت، از دیدنت خوشحال شدیم. که مثلا حافظم میگه که درا که در دل خسته توان درآید باز. بیا یعنی بیا، یعنی دوباره بیا.
وقتی که میبینیش یعنی خوش آمد بهش میگی که خوش اومدی اینطوری. و وقتی که میره هم میگه به درود، یعنی دوباره ببینیمت. به درود یعنی دوباره ببینیم، نه اینکه بیای بگی که به درود. اگه بگی با درود یه معنی دیگه، یعنی با دیدار همین الانی، یعنی با گفتن دیدارتان مبارک یا دیدارتان خوش، و بیشتر خوش معنی میده که میاد. بعد مثلا حالا این معنی ها رو به زبان بختیاری من میخوام بگم که لغت ها رو با ترکیب لغت سازی درست میکنه و ممکنه از 3 کلمه 4 کلمه 2 کلمه 1 کلمه باشه. مثلا وقتی که البته یه خورده شاید زیادی بشه، وقتی مثلا یه لغتی هست وقتی که مثلا یه چیز دارن، خرمن رو دارن هلاهو میکنن توی جایی که با گاو و اینا دارن میگردوننش، این علف ببخشید گندم یا جو میره و پوسته هاشون وقتی که با الاغ یا گاو دور میزنن که پوستش رو از گندم جدا کنن، گندم ها اینا میرن به طرف به طرف کناره خرمن. بعد یه لغتی هست به اسم که میگن به اسم پروامن، یعنی پر یعنی گوشه یعنی کنار، وا یعنی با یعنی برود با من یعنی داخل، یعنی باید خرا رو یا گاو نگه داری و پر یعنی کناره های خرمن را جمع بکنی، و من یعنی وسط یعنی جا داخل. البته خیلی چیزای زیادی دارم که بگم. مثلا فرض کن یه لغتی که توی عربی هست جمود، مثلا از جمع شدن جمابیدن می آید. مثلا حالا سور اوبیدن، مثل ما در صحبت‌های روزمره وقتی که موسم عید میشه میگیم عید آمد، ما میگیم عید آمد یعنی عید آمد یعنی عید اومد. خب حالا عید یه سوره، یه جشنه، یه شادیه که ما یه شادیه که در بختیاری داریم. وقتی که عید میاد یا سور میاد یا جشن میاد میگیم سور و ویدن. وقتی که میخوام دقیق توضیح، وقتی که حروف عله قبلا در بختیاری بودند و در فارسی سعی کردن باشون که کم و زیادشون بکنن. این واو اول سور رو که میشه هم حتی بدون واو بنویسی سورویدن، ولی نوشتم که بدونید این واو اولی رو که از حروف عله است میندازن و اینجا یه و نونش رو هم میندازن، میشه سرود. باید وقتی که میگی سرود مثل همون مثل درود، مثل ورود، مثل شنود، اینها اوزان بختیاری هستن اگه بشه اسمشون رو بذارید. چون در عربی که یعنی اونهایی که سعی کردن که عربی رو به وجود بیارن، اسم این کارها رو یعنی حذف کردن حروف و اینا رو گذاشتن. مثلا وقتی که درست شد بعد میگن این وزنه. مثلا فرض کن قنود از قنودن میاد، همون قنویدن میاد و چیز و خمود که از خمآبیدن میاد، خماویدن یا خمابیدن میاد که میشه خمود یا جمود. مثلا از جمابیدن میاد، خمابیدن یعنی کج شدن. مثل اینکه فکر کنم اشتباه کردم. حالا میخواستم همین چند حرف رو بگم. حروف بسیار زیادی هست که عین همین شنود و ورود و درود و سرود و اینا به وجود هست که جاش نیست، خیلی زیاد میشه. میخواستم یه چیزی هم بگم که نمیدونم حالا میرسم یا نمیرسم. میخواستم بگم که بعضیا اومدن توضیح میدن، این الان دیگه این تموم شد. اینم میخواستم بخونم براتون برای سرود که بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ به بوی گلبن وصل تو
می سراید باز. من میخواستم بگم که بعضی اومدن توضیح دادن که کلمه شق عربیه، عاشق عربیه. هیچ اینطوری نیست. کلمه شق در بختیاری یعنی شقابیدن، یعنی راست. شق واسطادن یعنی صاف واسطادن. حیوان نر که آلت تناسلیش، یا نمیشم اسمش ببریم که همتون میدونین، بلند میشه، یعنی اینطوری راست میره بالا، اینو میگن شق کردن. در بختیاری آ یعنی الف و آکولادار میشه آ یعنی آقا. مثلا آ محمد، آ حسین، آ حسن یعنی آقای حسن، آقای حسین. آ یعنی مال مرده، یعنی نر، یعنی کسی که آلت تناسلی مثل آلت مرد داره، نه اینکه حالا برای بی احترام، بلکه برای احترام میگن آ حسین یعنی آدم، آقا حسین، یعنی منظور اینطوری. میخوام بگم که شق از عاشق از کلمه شق میاد، یعنی مردی که شق میکند، مردی که آلت تناسلیش راست نیسته. ماده مرد میشه زن و ما میشه ماده. ما یعنی مادیون داریم، ماینه داریم، حالا هزار تا در بختیاری. البته من اینا رو که میگم شما باید بروید از بختیاری یا بپرسید، بگون آقا ما یعنی چه، آ یعنی چه، تا برای توضیح بدن. البته نه همه، بلکه باید حتما یه سنی گذشته باشه ازشون و یه علاقه ای به زبان بختیاری داشته باشن و به زبان فارسی، و یه علاقه ای هم به زبان عربی مثل خود من مثلا. بعد ما یه اسم چیزی داریم به اسم فاعل. اینها اوزان بختیاری است. عاشق یعنی مردی که آقای شقه، آقای شق کرده. بعد یکی دیگه داریم به اسم معشوق یا معشوق که در عربی معشوق میگه، یعنی ماده است و شوق دارد. ماده است، معشوق یعنی ماه با شوق، یعنی شوق دارد. یعنی همونطوری که آلت تناسلی مرد بلند میشه، آلت تناسلی زن هم بلند میشه. من میخوام بگم که مثل همون لغتی که قبلا توضیح دادم که وارث مثلا نوشته، وارث رو نوشتن مثلا که ارث نمیدونم چی، یا حالا نمیدونم چی نوشتن، با سه استناخته. وارث بابا بختیاریه بابا، یعنی کسی که ارث بهش وا میرسد. رس بختیاری، وا هم بختیاری، وارث. حالا اون سه استناختش کن. خیلی لغت هست که من میتونم توضیح بدم، ولی خیلی مشکل برام، هم از نظر وقتی، هم از نظر اینکه خسته کننده شاید برای شما بشه. خب تا بعد ببینیم. خداحافظ شما. خیلی چیز دارم که بگم، لغت‌های بختیاری که در عربی و در فارسی هست.